با سلام، از بخش فنی شرکت سیما سیستم وارد کننده قطعات اکتیو و پسیو شبکه در خدمت شما هستیم. در این تصویر نحوه برقراری ارتباط میان مودم ADSL، کامپیوتر، اسپلیتر و خط تلفن را نشان می‌دهیم. اسپلیتر سیم اتصال به تلفن و کابل شبکه در بسته‌بندی مودم موجود میباشد. مودم و کامپیوتر را روشن کنید و منتظر بمانید تا کامپیوتر به مودم وصل شود. مودم بعد از روشن شدن نیاز به 30 ثانیه زمان برای بوت شدن دارد. جهت ادامه مراحل نصب مرورگر اینترنت خود را اجرا کرده و آدرس 192.168.1.1 را در قسمت آدرس بار تایپ نمایید. برای ورود به صفحه تنظیمات مودم نام کاربری و رمز عبور را وارد می‌کنیم که هر دوی اینها به طور پیش‌فرض کلمه گست میباشد. پس از ورود از صفحه باز شده بر روی گزینه کویک استارت کلیک می‌کنیم. در این صفحه بر روی دکمه استارت کلیک می‌کنیم. در صفحه بعد بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در صفحه‌ای که مشاهده می‌کنید در قسمت VPI مقدار 0 و در قسمت VCI مقدار 35 را وارد کرده و بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در صفحه بعد گزینه PPOE را انتخاب کرده و بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در این صفحه نام کاربری و رمز عبوری که از شرکت سرویس دهنده دریافت نموده ایم را وارد کرده و بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در صفحه باز شده در قسمت SSID نام شبکه وایرلس را وارد کرده، در قسمت Authentication Type گزینه WPA-PSK را انتخاب نموده و در قسمت پسورد رمز ورود به شبکه را وارد می‌کنیم، سپس بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در صفحه بعد بر روی دکمه نکست کلیک می‌کنیم. در این مرحله تنظیمات به پایان رسیده. با کلیک بر روی دکمه کلوز صفحه تنظیمات مودم به صفحه اصلی برمیگردد. با تشکر از حسن انتخاب شما، جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه محصولات سیما سیستم با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.